اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ان شاء الله چند روزی دیگر ماه مبارک رمضان هم فرا می رسد. این ماه با فضیلت ترین ماه است در نزد خداوند متعال. روایات متعدد در فضیلت این ماه و روزه‌دار در منابع اسلامی ما وارد شده است. بنابراین مناسبت اقتضا میکند که ما چند جلسه در رابطه با این ماه، فضیلت آن، همچنین احکام روزه و روزه‌داری بحث به عمل آوریم. البته درس های تفسیر و فلسفه هم در جای خودش باقی است. حالا اجازه بدهید ما چند جلسه درباره ماه رمضان صحبت کنیم، فضیلت روزه‌دار. و مرحوم امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب احیاء علوم الدین خود مطالب خوب در این زمینه فرموده است که از این کتاب استفاده خواهد شد. ایشان در جلد اول کتاب خودشان بابی را دارند به نام کتاب و اسرار صوم، کتاب اسرار و رازهای روزه، که ابتدا چند تا روایت را نقل میکنند در فضیلت رمضان و روزه و روزه‌داری، سپس درباره اسرار روزه بحث کردند که ما انشاءالله اینها را با سمع و دید دوستان قرار خواهیم داد. همچنین درباره احکام روزه هم از کتاب عرضم حضورتان هدایه که بر اساس فقه حنفی است مطالب را عرض خواهیم کرد. مرحوم غزالی در کتاب اسرار صوم خود میگوید که روزه چهار یکی ایمان است. به این دلیل که پیامبر فرمودند الصوم نصف الصبر، روزه نصف صبر است و صبر هم الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان است. حالا چه ربط دارد روزه با صبر؟ و این علت که خداوند فرموده است روزه‌داران در واقع الصابرینند، یا در جای روزه را خداوند به خودش نسبت داده است، یعنی از بین تمامی عبادات همه عبادات مال اوست، اما به خصوص روزه را خداوند به خودش نسبت میدهد. میفرماید کل حسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لی و انا اجزی به. میفرمایند یعنی این حدیث قدسی است، کلام خداست از زبان پیامبر. هر کار و عملی نیک پاداشش 10 برابر داده می شود تا 700 برابر، بجز روزه که برای من است. خدا میگوید و من خودم پاداشی روزه و روزه‌دار را خواهم داد، یعنی به حساب. خداوند فرموده است انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کننده ها، صابرین، کسانی که صبر پیشه میکنند، پاداش آنها به حساب داده می شود، که روزه هم گفتیم نصف صبر است. و پاداش و ثواب روزه به گفته مرحوم غزالی از قانون شمارش و حساب بیرون است، یعنی به حساب است و همین خود بسنده است در معرفت فضیلت روزه که خداوند میفرماید، پیامبر میفرمایند صلوات الله و سلامه علیه
والذی نفسی بیده لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک یقول الله عز وجل انما یذر شهوته و طعامه و شرابه لاجلی فالصوم لی و انا اجزی به. یعنی پیامبر میفرمایند که قسم و سوگند به آن ذاتی که نفسی من در دست اوست، جان من در دست اوست، که آن بویی، یعنی بوی دهانی روزدار خوشبوتر است در نزد خداوند از بوی مسک. این یک مسک عنبر چقدر بوی خوب دارد. خدا میگوید که بوی دهان روزدار خوشبوتر است، نیکوتر است از بوی مسک پیش خداوند. خداوند میفرماید، یعنی پیامبر میفرمایند که خدا گفته است، فرموده است که روزدار شهوت خود، طعام خود، شراب خود را برای من کنار گذاشته، ترک کرده، یک جا گذاشته. روزه از آن من است و من خودم پاداش میدهم در برابر روزه و روزدار. همچنین پیامبر فرموده اند للجنة باب یقال له الریان لا یدخله الا الصائمون. بهشت یک در دارد، دروازه دارد که اسمش ریان است، داخل نمی شود از آن مگر روزداران. روزدار در برابر پاداشی که، یعنی پاداشی روزدار این است که خداوند به او دیدار خودش را وعده کرده است. پیامبر فرموده اند للصائم فرحتان، فرحت عند افطاره و فرحت عند لقاء ربه. روزدار دو خوشحالی دارد. فرحه یعنی به معنی خوشحالی است. یک خوشحالیش هنگام افطار است و خوشحالی دیگر هنگام دیداری پروردگارش در روز قیامت. همچنین آن جناب فرموده اند حضرت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه که لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. میگویند هر چیز دری دارد، دروازه دارد و دروازه عبادت روزه است. همچنین آن جناب فرموده اند نوم الصائم عباده. روزدار اینکه روزه اش ثواب دارد که جای خودش حتی خوابش عبادت است. روزدار روزانه که میخوابد، اگر بخوابد این خود عبادت است، شبانه اش هم همینطور. و روا ابو هریره رضی الله عنه انه علیه الصلاة والسلام قال اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین و نادى مناد یا باغی الخیر حلم و یا باغی الشر اقصر. هرگاه ماه رمضان وارد شد، فرا رسید، دروازه های بهشت باز و درهای دوزخ بسته خواهند شد. شیطانم دست و پاش زنجیربند می شود. ندا کننده ندا در می دهد ای خواهنده نیکی، ای کسی که نیکی می خواهی بیا. اما ای کسی که دنبال بدی هستی، یعنی برو، ببند دستانت را. و قال وکی فی قوله تعالی کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه هی ایام الصیام اذ ترکوا فیها الاکل و الشرب. وکی در رابطه با این فرموده خداوند در قرآن که میگوید کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بیاشامید گوارا به خاطر آنچه در روزهای گذشته پشت سر گذاشته اید. میگوید این مراد از الایام الخالیه روزهای
رمضان است، روزه‌داری است، چون که روزه‌دار در این ایام خوردن و آشامیدن را ترک کرده است. و قد جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رتبة المباهات بین الزهد فی الدنیا و بین الصوم. خداوند آنجا که مباهات میکند به ملائکه خود، بین زهدی در دنیا و بین روزه جمع کرده است، یعنی با این دو مباهات کرده. مثلا خدا آنجا که میفرماید ان الله تعالی یباهی، پیامبر میفرماید ان الله تعالی یباهی ملائکته بالشاب العابد فیقول ایها الشاب التارک شهوته لاجلی المبذل شبابه لی انت عندی كبعض ملائکتی. خداوند با ملائکه اش مباهات میکند. با کی؟ با جوانی که به عبادت پرداخته، جوانیش را گذاشته و پیشانی به سجده نهاده در برابر خداوند، که میگوید خدا ای جوان، ای جوانی که شهوت خود را ترک کرده برای من، جوانیت را صرف کردی برای من، تو در نزد من مثلی بعضی از ملائکه من هستی. خب این خیلی فضیلت است. و همچنین در رابطه با در مورد روزه‌دار خداوند پیامبر میفرمایند یقول الله عز وجل انظروا یا ملائکتی الی عبدی ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. خداوند خطاب به ملائکه اش میفرماید نگاه کنید ای ملائکه، ای فرشته های من، به این بنده روزه دارم که شهوت و لذت و طعام و شرابش را به خاطر من کنار گذاشت، ترک کرد. همچنین در مورد این فرموده خداوند که فلا تعلم نفس بما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون، یعنی این آیت خداوند در سوره سجده آیت 17 که فرموده است، خدا میفرماید خدا نفسی آدمی خبر ندارد از آن روشنایی چشم، از آن خوبی ها، یعنی نیکی هایی که برای او مخفی گذاشته شده در برابر این به عنوان پاداش و کارها و عملهایی که کرده اند. در رابطه با این سخن فرموده خداوند گفتند که این عملی آنها چی بود که پاداشش مخفی است، فقط پیش خداست و خدا خودش میداند و بنده خودش نمیداند. گفتند که این عملی آنها روزه بود. تجسد. همچنین خدا فرموده درباره روزه‌دار که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کسانی که صبر پیشه کردند که به روزه‌داران تفسیر شده است پاداش اینها به حساب داده خواهد شد. و اما این بود چند روایت درباره فضیلت ماه رمضان و روزه‌دار. حالا ببینیم یک سری احکامی دارد ماه رمضان که از کتاب هدایه خدمت دوستان نقل خواهم کرد. هدایه که از کتاب‌های مشهور و معروف مذهب حنفی